مونده نباشین بابا. خیر بینی بابا. بچه کتابچه هم بودم به تو بگی نوشته که همین بیش از این نفر چنده کار کردم بیشتر هسته بابا جان. این شهر هم نوشته که 7 متر اونجا و هم 6 متر 13 متر دیگه چند متر دیگه کار کردم 8 متر هم یک جا دیگه کار کردم یک 13 متری کار کردم یک 8 متری اینو چنده میشه بابا چند متر میشه 8 21 خب 21 متر همه هم خودی هم جمع کو ببین چند متر میشه 150 متر 150 متر مطمئنی بابا که یک دفعه دیگه هم تو حال حساب کتاب کو بابا جو بریم کمتر گو نه بابا درست نوشتم تاریخ و اینا همه درسته 150 متر ای تو سیکو خبر داره که من سواد ندارم ما یه سرم کلا بگذاره این خوب بود که تو نوشته کردی بابا جو او برای من گفت 142 متر حالا تو اینجا نوشتی که 150 متر خیلی بینی بابا جو خواهش میکنم بابا کار نکرد بابا مستم یک چیزی بگم به شما بگو بابا جو گفتم اگه میشه من دوباره از صبح برم به سر صنف خود چی؟ دوباره برم درس خور بخونم درس خوب بخونم؟ ایکو دیگه پرسیدن نداره بابا جو عروضی که مادرت خدای بیامرز فوت کرده حال مادر از این خونه تونی خود تو میفهمی که همین کارا هم به تو نگاه میکنه غمخور از این خونه تونی ظرفی داریم کاسی داریم برارکی داری خب من اشته کنم ما برم به سر کار بیام اینجا نه او ما آماده باشه نه نون ما آماده باشه خود چی کار کنم من تو هم بری به مکتب حال اشته میری به مکتب باشه بابا یه امرات گپ هستن ناراحتم از خواهر جون نیم ناراحت نباش دیگه نیم سواجش چی داریم؟ من اینجا جگر خونه به فکر شکم خونه خب بگو چی داریم؟ برو کشلو بخه برو کشالار تیار کن که سواسو برای تا کار دارم چشم دیگه فرمایشی نبود تو یک بار به وارا خو اعتماد کن بده که با برفت باشه تو برو خدای با امید تو همونجی به سگت برم ببینم با بیومده یا نه سلام بابا وعلیکم سلام بیامدی بخیر ها بیومدم خواهر تو کجایه؟ خبر نداری به کجای خواهر تو؟ بدیدم اونا دم این بایی بودم باشه
من خونه عبدالله نکشه نوشته خونه نوشته خونه بابا. شو برو زودتر که بیای بخیر. این نونار بگیر اگه بابا گفت کجایی بگو من بریم موبایل کنم. سلام بابا. و علیکم بابا. مونده نباشی. سلامت بشی. خود رختان مکتب خورفته بدی به دمنون بایی. ها بابا به مکتب کمر نکشین، حداقل گفتم وقت کنم تا نونوی خود نبرو. غمه داره؟ نه چی غمی داره بابا؟ یک پیاله چای بیار بابا. باش. سلام بابا. سلام بابا. چی با عجله میدی؟ بابا بگن اینو کفشامو بدونیم که پاره شده. آخه تو که پیش عبدالله رفتی بودی اینجا چه کار میکنی؟ بابا جان عبدالله مهمه کفشامو کیسه باش رو به مرتب برم. خب باشه. بدونیم دیگه. بخی بابا یک چیزی برده بیاره که فرش لمش نشه. برو. آخه دختر خوبه گردم. اگه تو امروز به مکتب میرفتی همین چای کی به من تیار میکرد؟ اون چای شمار کی تیار میکرد بابا خوبه گردم. حالا کم شکر خدا تو هستی مونده و علاق از سر کار میایم. بیاله چای به جلوی من میگذری. همین دنیای ارزش داره. اغزر همه درس خوندی. چه کار شد بابا؟ کالی می بری درس بخونی. خود تو که میفهمی به می قومی همه درس خوندم. به کجا رسیدن که تو می برسی؟ من که پیرتونم بابا جو. بدی طور کنم آیم. باشه بابا باشه، شما راست میگی. بگو آیا آنانی که میدانند و آنانی که نمیدانند برابرند؟ بیگمان خردمندان پند میپذیرند.